خانم ها و آقایان سلام عرض می کنم. انشالله که حالتون خوبه، خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید و آرزو میکنم که هیچ ملالی نداشته باشید. من ستار دلدار هستم از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو به ایریا سیلیکون ولی و از طریق شبکه تلویزیون آپادانا در منازل شما هستم. امشب چون شب عید سال نو مسیحیه من یک برنامه مشترک دارم، 2 نفری برنامه رو اجرا میکنیم و به حساب همکار من، کسی که امشب شو رو با من برگزار میکنه، کسی نیست جز مستر کین یکرنگی. این دوست آمریکایی ما امشب اومده که در واقع با من با همدیگه شو رو اجرا کنیم. اجازه فرمایید که من معرفی کنم دوست و همکار خوب و قشنگ و نازنینم رو به شما بینندگان عزیز یک بار دیگه. Ladies and gentlemen, Mr. King یکرنگی. Welcome. مرسی. بله، افعال شما آقای دلدار. آقا رو باش، فارسی صحبت میکنه. یکم فارسی صحبت میکنی؟ فقط یکم، چند تا کلمه. نه این آقای بذارید که من خدمتتون عرض بکنم، این دوست عزیز من که امشب در کنار منه اسمشون از آقای کیهان یکرنگی و نوشته اینجا آقای کیهان یکرنگی و من بهشون خوش آمد میگم به برنامه گپ خودمانی با ستار دلدار که در واقع این کیهان خان از اون کیهانای کیهان هستن. حالا بهتون میگم چرا، چون از اون کیهانایی هستن که ما تو خانواده خودمون هم کیوان داریم و کیوان ما اصلا فارسی بلد نیست، امریکایی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت کنه، مکزیکی صحبت کنه، چون مادرش مکزیکیه پدرش ایرانیه ولی که فارسی بلد. اینکه این کیهان از اون کیهانای درست حسابیه، اصیله، ریشه داره. کیهان جان خیلی خوش آمدی. مرسی. واقعا خیلی خوشحالم که تو برنامه ما هستی. من خیلی خواهش میکنم، من افتخار میکنم که مهمونتون باشم امشب. خیلی خوشحالم. مرسی. بذارید من به شما بگم کیهان رو من از کجا میشناسم. کیهان رو من تقریبا بیشتر از 1 سال میشناسمش و به شما بعدا خواهم گفتش که کجا بود که من با کیهان آشنا شدم و دلیل آشناییمون چیه. اول بذارید بپرسم از کیهان که چند سالته کیهان؟ من 21 سالمه. 21 سال. خب خیلی جوان هستی و دانشگاه میری؟ بله. کجا میری؟ من میرم دیابلو ولی کالج DVC دارم میرم. سال دومی؟ بله سال دوم. میخوای چه رشته‌ای بخونی؟ من کامیونیکیشنز میخوام بخونم، رسانه رو میخوام بخونم، خبرنگاری رو میخوام بخونم و هم میخوام زبونها رو یاد بگیرم که مؤثرتر باشم تو شغل من. حالا بذارید از کیهان من بپرسم که کیهان خب یک فامیلی یکرنگیه درسته؟ بله درست. پس برنامه پدرت ایرانیه؟ بله. درست حدس میزنم؟ بله. پدرت ایرانیه؟ دقیقاً. مادرت آمریکاییه؟ مادرم آمریکایی. مادرت اهل کجاست؟ اهل کدوم استیته؟ مادرم اصلی مال لوئیزیانا، جنوب آمریکا. خب پس مادر شما از جنوب لوئیزیانا اومدن و شما در شما کالیفرنیا هستید؟ بله. در شمال کالیفرنیا هستید و با پدرتون ازدواج کردن و نتیجه شما شدید. بله. چند تا خواهر برادر دارید؟ من 3 تا خواهر دارم، من برادر ندارم. برادر نداری، خود تنها هستی. خیلی خوب. بعد بذارید که من به تماشاگران عزیز عرض کنم کجا من کیهان دیدم. من تقریبا نوامبر سال گذشته بود در مهمانی نهار که به افتخار خانم هیلاری کلینتون داده بودیم و در واقع آقای یکرنگی هم اونجا شرکت کرده بود، همه با هم حضور داشتیم. در جریان این مهمانی من آقای یکرنگی دیدم. حقیقتش اینه که آقای یکرنگی رو من که دیدم اومدن جلو عکس بگیریم، گفتن من فکر کنم از به اصطلاح محافظین هیلاری کلینتونه، فکر کنم محافظین هیلاری کلینتونه. بعد یه دفعه که فارسی صحبت کرد بیشتر تعجب کردم، گفتم خب این خیلی هم نزدیک به هیلاری کلینتون بود. گفتم لابد از FBI و نم CIA هست و اینا، داره هیلاری کلینتون رو محافظت میکنه. بعد که اومد به آخرش گفت بیا عکس با هم بگیریم، فهمیدم ایرانیه و اومده با جمع ما ایرانی ها با خانم هیلاری کلینتون آشنا بشه. یه عکس هم پارسال با هم دیگه گرفتیم.
اصلا فکر نمی‌کردم که سال دیگه ما یه سال اینا با محسن نادرنژاد عکس گرفتی؟ پس اگه من میسان تو با محسن عکس میگیری که من باید عکس نمیگرفتم که من فکر فقط تو با من گرفتی عکس. خب اینم با عکس کیهان هست با محسن نادرنژاد در مهمانی که به افتخار خانم هیلاری کلینتون ایرانی‌های شمال کالیفرنیا دادم. اونجا من با کیهان آشنا شدم. بعد از این آشنایی ما چیزی نگذشت که من دیدم که این نشریه اینکوایر مال کجاست؟ این روزنامه دانشگاه منه، دی اینکوایر. بله، دی اینکوایر مال نشریه دیابلو کالج، مال دی وی سی. بله، مال دی وی سی. و در اونجا من متوجه شدم که در صفحه دوم این نشریه که در صفحه شده می‌بینید یک صفحه اختصاص داده شده به صفحه کامل به کیهان یکرنگی که سفری به ایران داشته. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که با کیهان صحبت بکنم و ازش بپرسم که این سفر چی بوده، چی کار کرده و به هر حال مسئله اینه که در واقع کیهان 50% از آمریکایی سیاه‌پوسته، 50% از ایرانی سفیدپوسته و این به اصطلاح میکس شدن این دو نژاد کیهان ساخته که در واقع به نظر من هنوزم دنبال اون 50-50 هست. یعنی بچه من که 100%ش ایرانیه به قشنگی کیهان که 50-50 ایرانیه فارسی بلد نیست. کیهان دنبال روتسش رفت ببین روتش کجاست، ریشش کجاست و این سفر رو امسال انجام داد، رفت به ایران. این خیلی مهمه که ببینیم کیهان یک رنگی رفت ایران و چی دید. کیهان چه رفت ایران؟ من به تقویر ایرانی همین شهریور گذشته بود، وسط آگوست به وسط سپتامبر ما ایران بودیم. یه ذره کمتر از یه ماه ایران بودیم. ما که بگی یعنی با کی بودی؟ من با پدرم رفتم. وقتی رسیدیم ما پیش فامیل بودیم و هم جهانگرد بودیم. بس با سفارتم رفتید. بس ببینم این عکس بزنم کدومی تو؟ اون وسطی هستی؟ بله من تو وسط هستم. این دوستای ایرانی و فامیلای ایرانی تن این دوست ها هستن. وقتی یه روز رفتم بیرون با یکی از آشناهام تو ایران، خودش یه مدیر دفتر تدوینی فیلم هست و من رفتم پیش کارش. اینجا دفترشه با چند تا از کارمندونش. در اون موقع اتفاقا حالا بذارید که برگردید تو استودیو یه لحظه. در اون موقع چی بفرمایید؟ در اون موقع یه دیویدی خیلی معروف بود، پرسپولیس، یه دیویدی درباره تیم های فوتبال ایران. در اون موقع اون دیویدی رو تدوین میکردن وقتی شما اونجا بودی؟ وقتی اونجا بودم. بذار از اول شروع کنیم. وارد فرودگاه مهرآباد شدی، برات مسئله نبود؟ اتفاقا فرودگاه بین المللی ایران چه راست میگی مهرآباد نرفتی؟ مهرآباد دیگه نیست الان. این اطلاعاتش بهتر از منه. من فرودگاه مهرآباد درستی. خب در واقع الان فرودگاه بین المللی ایران فرودگاه امام خمینیه و میگن که تو تهرانه، ولی واقعا خیلی دورتر از تهرانه. میگم یه ساعت باید رانندگی کنی که برسی به تهران یا فرودگاه امام خمینی. ولی آره بد نبود. فرودگاه از هیچ مزاحمتی برای ایجاد نکرده؟ نه اتفاق وقتی رسیدیم 3 تا هواپیما در همون موقع رسیدن. خیلی شلوغ بود ولی با پاسپورت و اینا هیچ مشکل نداشتم. هیچ. حالا بس سریع بسی. پس این قسمت امنیتی رو همون اول تموم کنم. تا مدت که تو ایران بودی هیچ مزاحمتی رو برات ایجاد کرده یا نکرده؟ نه نکرده. نه نکرده. بیشتر خیلی کنجکاو بودم من از کجا میام، ولی مثلا مزاحمم نکردم. نگفتن مثلا جاسوس آمریکاست نه فلان؟ نه اصلا. خیلی پس وارد تهران شدیم. فرودگاه امام خمینی دیدی. خوش شدم از فرودگاه اول؟ چه چیزی اول که وارد شدی تو ایران جلب توجهت کرد؟ میدونی برای من خیلی جالب بود، چون من همین 2 سال پیش، همین 2 سال گذشته من خیلی
آماده می کردم که برسم ایران. وقتی رسیدم یه احساس خیلی چیزی داشتم. برای من هیچی جدید یا تازه نبود. البته نخستین بارم تو ایران بود، ولی من اینقدر پژوهش میکردم، من اینقدر میخوندم، خیلی مستند رو میدیدم، من اینقدر خبر رو میگرفتم. وقتی رسیدم همه چی بعد آشنا بود. قبلا همه دیدید میدونستی چیه. آره، سعی کردم که هیچ انتظار نداشته باشم، ولی یه ذره انتظار داشتم. وقتی همه رو دیدم، مردم، ماشین ها، خیابون ها، ساختمون ها، همه جا که میرفتم فارسی رو میشنیدم، همه چی آشنا بود. خیلی عجیب بود. ولی فکر میکردی اینجا رو همه رو میشناسی؟ یه ذره. حتی وقتی پیش فامیل بودیم، چند نفر بود تو فامیلمون که هنوز ندیده بودم، ولی وقتی رسیدم همه‌شون رو دیدم، احساس داشتم که قبلا با هم آشنا شدیم، چون پدرم خیلی داستان‌ها رو تعریف می‌کرد، خیلی عکس‌ها رو می‌دیدم وقتی کوچیک بودن، وقتی بزرگتر می‌شدن، همه چی یه جور دیگه آشنا بود. کیهان، پس همه چیز برات آشنا بود، از اول میدونستی. حالا بس یه چیزی بپرسم، بگم راستش دقیق، یعنی احساس درستش رو بهم بگو. وقتی تو ایران بودی احساس میکردی ایرانی هستی یا احساس میکردی آمریکایی هستی؟ میدونی، صادقانه وقتی ایران بودم من متوجه شدم چقدر آمریکایی هستم. چرا؟ چون میدونی، نمیدونم چرا، ولی من خیلی تمام زندگیم اینجا در آمریکا بودم، زندگی میکردم. خیلی عادت دارم به اینجا، مثلا نمیدونم، در صورت رانندگی کردن اینجا یاد گرفتم رانندگی کنم، ولی اونجا رانندگی کردن یه داستان دیگه است. اصطلاح قشنگی اونجا رانندگی کردن یه داستان دیگه. ولی غیر از اون، بین مثلا مردم یا سیستم مدرسه ها یا فلان یا نمیدونم، یواش متوجه می شدم که من خیلی عادت به آمریکا دارم، یواش و فهمیدی که تفاوت زندگی زیاد هست. بله متوجه می شدم هنوز. ولی غیر از اون من هنوز احساسی داشتم که با اون فرهنگ یا با اون مملکت ایران یه هویت داشتم هنوز. وقتی میرفتم به جاها، مثلا بازار جمعه، بازار تهران، همه خیلی کنجکاو بودن من از کجا میام، اما وقتی آغاز کردم حرف بزنم، باهاشون آشنا بشم، یه حس چیز داشتم، مثلا یه حس که نمیدونم چجوری بگم، احساس که من هنوز مال اینجا هستم. آها، پس به هر حال در نهایت حس می‌کردی یه جوری ریشت اونجاست. بله. یعنی احساس بیلانگ بودن تو اونجا رو داشتی همیشه؟ یا بیلانگ تو آمریکا؟ 50-50 همین احساسی می‌کردی. خب ببین کیهان، خب ظاهرتو نشون میده که ایرانی نیستی. حالا اگه ایرانی هم هستی، ایرانی جنوبی هستی. جنوبی. مثلا خوزستانی ها مثل تو هم. یا بندرعباسی ها مثل تو هم. اتفاقا وقتی ایران بودم، مثلا در فرودگاه یا هر جای، وقتی از من پرسیدن تو ایرانی هستی، من یه ذره به طور شوخی من گفتم من چابهاری هستم. آفرین. چابهاری هستی، آبادانی هستی، اهوازی هستی. بله. مال بندرعباس هستی، مال قشم و کیش و اون ورا هستی. ولی تا وقتی اون جایی هستی که دهنت باز کنی، وقتی فارسی صحبت کنی معلومه که خب دیگه ایرانی اونجا بزرگ نشدی. درسته فارسی رو خیلی قشنگ صحبت میکنی، ولی بالاخره اکسنت داره، همونطور که من انگلیسی صحبت میکنم اکسنت داره. بنابراین
یه عده زیادی نمیدونستن تو ایرانی هستی، ظاهرت نشون نمیده که ایرانی هستی، اگرم باشه میگن که عرب ایرانیه یا مال چاهبهار ایرانیه. بنابراین خیلی ها ممکنه جلوت صحبت کنن، مثلا جلوت کنارت رد شن یا تو واسطی مثلا پلو 2 تا دختر خوشگل یا 3 تا خانم خوشگل یا 2 تا آدم مثلا گردن کلوف لات بولی، اینا نمیدونن تو فارسی بلدی. اتفاق افتادی که اونا فکر نکنن تو فارسی بلدی و شروع کنن یه چیز در مورد تو گفتن و تو مثلا میگی هی من فهمیدم شما چی میگی. با این مثلا روبرو شدی تو ایران؟ بله چند بار وقتی مثلا راه میرفتم تو خیابون‌های تهران یا هر جایی، وقتی تو اصفهان یا شیراز بودم، مردم، بعضی از مردم به من اومدن و به انگلیسی پرسیدن از کجا هستی، میدونی فوراً به من انگلیسی صحبت میکردن و من به فارسی جواب میدادم من ایرانی هستم. خیلی تعجب میکردن. ولی بله حتما یه روز یادم هست تو مترو بودیم و همین امروز خیلی ببخشید همون روز مردم خیلی مثلا با هم دیگه صحبت میکردن، اینو ببین این آقا رو ببین از کجا فکر میکنی میاد، میدونی ولی من میدونی متوجه میشدم چی میگفتم. بین دخترون یا زنون ایرانی بیشتر این کارو میشد. من متوجه میشدم در خیابون، در رستوران، هر جایی که رفتم. حالا اونجا میگفتم مثلا این پسر چه خوش تیپه هندسام، یعنی آره میگفتن خیلی. من متوجه میشدم، من میشنیدم به هم دیگه میگفتن این آقا از کجاست. همین مثل که گفتی در اول فکر میکردن خب احتمالاً مال جنوبه و نه لباسشو ببینه مال جنوب نیست از خارج میاد و هم میگفتن آره خوشگله خوشتیپه آقای خوشتیپه. خب اونجا با دختری آشنا شدی؟ یواش میدونی نه ما خواهم دیگه آشنا شدی یواش نداری دیگه، پس شدی یا نشدی؟ خب راست میگی. بله شدم. تو بابات اونجا معلوم میاد تو از بابات خجالت میکشی بگی من آشنا شدم. خب بگو. بله آشنا شدم. یه پسر تو فامیلمون هم سن منه، پسر عمم. چند روز تو ایران بود، تو ایران زندگی نمیکنه ولی تصادفاً تو ایران در همون موقع بودیم. رفتم باهش یه ذره اینور اونور به خونش، دور هم جمع شدیم، با هم دیگه آشنا شدم. ولی بیشتر با خودم وقتی تو بازار و هر جایی که رفتم فقط اتفاقاً یا ما یا ایشون آغاز بکنه صحبت کنه با دختر. آره با دخترها. چند تا دوست پیدا کردی؟ من چند تا یا 3 تا 4 تا 3 تا دوست دختر پیدا کردی؟ آره. با کدومش فکر کردی یا احساس داری فیلینگی داری با یک کدومشون یا همینجوری دوست بودی؟ همین الان دوست هستیم با هر 4 تا 3 تا 4 تا دوست هست. آره فقط دوست. من الان تو موقعیت نیستم که یه رابطه شدید و جدی بسازم با هر کسی، ولی ما دوست شدیم. برای من این خیلی خوبه که برای هم اونها. من متوجه شدم وقتی مردم از خارج میان ایران، ایرانیان تو ایران خیلی خوشحال میشن، میدونی خیلی خوشحال میشن. خارجی ها رو دوست دارن. خارجی ها رو دوست دارن حتما. خیلی خوشحال بودن که یه رابطه آغاز کنن یا بسازن بین اونها که از خارج میان، به ویژه اونها که انگلیسی بلد هستن. خیلی خوشحال شدن. با این دخترایی که دوست شدید توی خیابون که نمیتونستی باشون راه بری، راه میرفتی باشون تو خیابون تو خونه فقط؟
میدونی خودم من خیلی میشنیدم وقتی اونجا بودم از هر لایه اجتماع ایران اینو میگفتن اونو میگفتن، ولی من خودم دیدم با هم راه میرفتن، ولی البته میشنیدم که نه غیر قانونی نیست. نمیدونم خودم میدیدم، ولی خیلی ولی تو با دخترایی که دوست بودی خیابون نرفتی؟ چرا؟ رفتی؟ تو خیابون چند بار با هم رفتیم توی کافه، یه چای خونه، با هم رفتیم به سینما، با هم رفتیم پارک و فلان، یه جایی که نوشابه ها رو میتونی بخری بشینی و بخوری. این کارو کردم، این کارو انجام دادم. مزاحمت نشدم؟ نه البته من خیلی داستان‌های ترسناکی شنیدم، من انتظار داشتم که یک کسی بیاد ولی نشد. نه اتفاق برات نیفتاد. خب شانس، فکر کنم شانس داشتی یا اینکه به هر حال شاید عوض شده، نمیدونی. خیلی خب اجازه بفرمایید که چند پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم بریم ببینیم کیهان یکرنگی که در ایران بوده کجا رفته. رفته به سرزمین کوروش، رفته به کاخ صفویه، رفته به پایتخت ایران و رفته به دربند. تو دربند خیلی حال کرده، خودش عین این جمله رو میگه که آی دلار تو دربند حال کردم، و میگه البته بیشترین حال تو اصفهان کردم. ببینیم حالایی که کیهان یکرنگی در ایران کرده از چه نوع حالایی بوده. این جمله خودشه که به کار میبرد، میگه آی دلار تو اصفهان من خیلی حال کردم، خیلی زندگی باحاله. ببینیم تو ایران چه چیزایی کیهان یاد گرفته، حالا باحالی رو یاد گرفته، ببینیم چه چیزایی دیگه هم یاد گرفته. اول که رفته ایران کلماتی مثل ویژه دید به کار میبرد، میگفت ویژه تو صحبتاش نخستین لایه‌های اجتماعی همه رو. ولی وقتی که برگشته میگه آقا دلدار من تو ایران تو اصفهان حال کردم. ببین میگه تو ایران از چه چیزایی حال کرده و چه چیزایی برای ما داره، و با عکس تعداد زیاد و بیشمار عکس کیهان از ایران برای ما آورده. با ما باشید، جای نرید. برمیگردیم با کیهان یکرنگی که پدر بزرگی که از مشاهیر موسیقی ایران بوده. حالا میپرسیم اینو که کیهان اصلا میدونه پدر بزرگش کی بوده یا نه. برمیگردیم.